تو انجام بده من گزارش می‌کنم. آقا من از صفر دیگه نکن دیگه میدونیم از صفر اصلا مربیگره الان نداشتیم تو این داداش. نه کلا مربی چیه؟ خب آقا داره توضیح میده مربی دو تا نه. از صفر الان همه رو انجام میدید. بابا نکن جون بچه فیلم 1 2 دارم میگیرم یا بدارم فیلم اول میخوام ببینیم که این ولتاژ به صورت عادی بالا پایین بشه. خب ما اصلا نباید داشته باشیم اصلا اینا در میاریم. خب بعد همینجوری که الان میبینید باید کانال عرض حضور شما که این کانال 1 هست رو اسکوپ کنید. و میبینید که اینجا این ما داریم گراندش رو تنظیم میکنیم با تنظیم گران که گران تنظیم هست الان صفره. حالا بعد این ولتاژی که من زیاد میکنم میبینید که اینتنشنش رو زیاد کنیم نمیافته اصلا اسکو. من گزارش میکنم دیگه. خب میبینید که اینو زیاد میکنید زیاد نشد عقده گزارش عقده گزارشگری هم من دارم. بعد اینجا زیاد که میکنیم چون این تشدیدشه اینجوری میشه. بعد دستگاه هم میبینید خروجی من دارم میگم خب فرکانس تغییر میدیم. خب بفرمایید مخاطبین عزیز بگوید خوب. بعد اینو که زیاد میکنیم این زیاد میشه. سلام از کنم خدمت مخاطبین مطلب سایت. بنده جوادی هستم از اعضای تیم مخابرات. از فرکانس رو کم میکنیم. جان خب حالا میخوایم مدلسیون کنیم. ببین سینوسی میزنیم. اینو واسه چی تغییر میدادی؟ برای تعیین فرکانس رزونانس. خب اینجا میبینید که هم منحنی باشه ایکس ایگرگ ولی اینجا توضیح بده این آدم میمونه خود دوبلت زیر ما ایکس ایگرگ بنده کلامی هست. بعد این ولتاژی که تغییر بدی اون چیز تغییر میکنه. داری زیاد میکنیم اینه که مودهای مختلف رو مشاهده میکنیم. بعد میخوایم فرکانسش رو اول این رزونانس رو از بش نگاه کن. نه دیگه الان میخوایم فرکانس تشدید کنیم. اینو میچرخونید اینو میچرخونید. میخوای فرکانس رو بخونید. آره اینجا تقریبا نمیبینید فرکانس. آنجا یه ذره سطح توان افت میکنه. نه اون چیزشه. آها میبینید این گوگلی این به خاطر چیه اون کمیتیایی که یه توانی میاد توش تشدید باری کرده توان تشدید میشه. بعد اینجا میشه فرکانس تشدید مود مثلا چندم. خب بعد این توان دوباره میدیم مودای بعدی میبینید. ملاحظه میکنید که مودهای مختلف فرکانس تشدیدهای مختلف داره. نیما فرکانس تشدید منظور کجا تو سمونه این قله شده دیگه. فرکانس تشدید الان ما رو نمودار نمیبینیم. فرکانس تشدید با این میخونیم. اینها دیگه این قله هست میبینید یه چیز جابجا میشه. این اون تشدیدش وی آر متناسب با فرکانس تشدید بگن خود فرکانس تشدید رو از اینجا تشدید کجاست؟ کل مده تشدید اینه. تشدید این کویتی. ما یه کویتی اینجا داریم. نه ببین ما الان وی آرمون داره با یه سینوسی تغییر میکنه. این وی آر که تغییر میکنه یعنی فرکانسی که داریم از اینجا کلایسترون داره میده بیرون فرکانس اون تغییر میکنه. وقتی که ما اینو میچرخونیم فرکانس حفره تشدید اینجا عوض میشه. هر وقت که فرکانس حفره تشدید اینجا با فرکانس کلایسترون یکی بشه سطح اینو میگیره. خب حالا از این منبع استفاده میکنیم. کلا هر چی بدیم به عنوان ماتریس میگیم. حالا از این سینوسی استفاده میکنیم. سینوسی اکسترنال. میشه دستور اینورت میتونیم استفاده یه دقیقه دیگه بیشتر نه ویدیو در قسمت دیگه. بله اینجا وقتی اینو میزنی از اینجا استفاده میکنیم. اینم باید بگم به کجا